در ویتنام قبیله وجود داره که آداب و رسوم عجیبی برای ازدواج داره. زنهای این قبیله وقتی میخوان ازدواج کنن هدیه‌ای نمیخوان، خونه و ماشین نمیخوان، فقط 2 دستای مرد رو میخوان. اگه مردی بخواد ازدواج کنه باید دستاشو قطع کنه و به زنش بده. این یک رسم مخصوص در این قبیله تبدیل شده. این روش 100 ساله که انجام میشه. اگه مردی بخواد دستاشو نگه داره نه تنها نمیتونه ازدواج کنه بلکه از خانواده هم اخراج میشه و کسایی که به خاطر ازدواج دستاشون رو قطع کردن خیلی به خودشون افتخار میکنن. وقتی راجع به این موضوع صحبت میکنن چشماشون برق میزنه و معتقدن این نهایت وفاداری به همسرشونه. اونا با دستای قطع شدهشون کار میکنن و براشون مهم نیست و میگن این راه نشون دادن عشق به همسرشونه. پس خیلی سخت‌تر کار میکنن. بعضیا حتی فکر میکنن دستاشون کافی نیست و اگه زنشون بخواد پاهاشون هم میدن. به نظرتون ازدواج ارزش دادن 2 دست رو داره؟